سلام دوستای خوبم. امروز براتون یه غذای گیاهی وگان یا رژیمی براتون آوردم که حتی اگر هم رژیم نباشین خوردن این قارچ کاراملی رو بهتون شدیداً پیشنهاد میکنم. برای درست کردن این غذا خیلی خوشمزه و جذاب، قارچ دکمه‌ایمون رو میشوییم و خشک میکنیم. بعد داخل مخلوطی از سرکه، سس سویا، نمک، فلفل سیاه و عسل میریزیم و 10 دقیقه استراحت میدیم. بعد داخل تابه روغن و سیر رنده شده میریزیم و قارچامون رو با همون سس داخل تابه میریزیم و با حرارت تقریبا بالا شروع میکنیم به تفت دادنش. انقدر این کار رو ادامه میدیم تا قارچامون تغییر رنگ بده و سسمون هی غلیظ و غلیظ‌تر بشه، دقیقا مثل تصویر که میبینید. وقتی دیگه به این مرحله رسید، یه قاشق نشاسته رو با آب مخلوط میکنیم و روی قارچا میریزیم و حسابی هم میزنیم تا مخلوط بشه و سسمون غلیظ و غلیظ‌تر بشه. وقتی دیگه هیچ سوسی باقی نموند و حسابی غلیظ شد، میتونیم هر سبزی معطری رو که دوست داشتیم خورد بکنیم و روش بریزیم و دیگه آماده سرو.